داستان شهر دوشنبه روز 31 آگوست سال 2023 در صحیفه‌اش در فیسبوک از بازداشت جوانزنی خبر داد که بیش از 40 نفر را با وعده به حج فرستادن فریب داده به آنها به مبلغ $10,000 ضرر مادی و معنوی رسانیده است. بنا به اطلاع دادستانی، شهروند کریمزاده سعیده عزیزالله سال تولدش 1991، زاده ولایت ختلان شهر کولاب، جماعت دیهات ضرب دار دهه دولت آباد، ساکن شهر دوشنبه نویه شومنصور، به شفر صاحب یک فرزند با مقصد تصرف مال و ملک غیر با روی فریب و سوء استفاده باوری دیده و دانسته که اجازت زیارت حج فرضی شهروندان جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته دین جمهوری تاجیکستان برای مانده شده است. به باوری شهروندان جمعه در آمده ماه مارس سال 2023 از نام برده 94,000 سومانی گرفته وعده نموده است که او را با همراهی همسرش به حج فرضی به زیارت کعبه روان می نماید. شهروند کریمزاده و شهروند جمعه برای جای داشتن کمبودی ها در حجتهایش باز مبلغ $1,500 امریکایی گرفته 18 یونی سال 2023 با همراهی شهروند جمعه و همسرش و 10 نفر شهروندان دیگر به شهر سمرقند جمهوری ازبکستان رفته معاین نمودند که بنا مناسب شهروندان جمعه و دیگران بنابر سبب جای نداشتن اجازه سفر به عربستان سعودی از آنجا برگردانیده می شوند. اما کریمزاده سعیده شهروند جمعه و همسرش را به زیارت حج فرضی روان نکرده از برگردانیدن مبلغ ها سرکشی نموده با این کردارش به نام بردگان ضرر به مبلغ 94,000 سومانی و $1,500 امریکایی به مقدار مخصوصاً کلان رسانیده است. اینچنین کریمزاده سعیده عزیزالله با مقصد تصرف مال و ملک غیر با روی فریب به سوء استفاده باوری به باوری شهروند عبدالله پرویز و 41 نفر شهروندان دیگر جمهوری تاجیکستان در آمده برای زیارت عمره کعبه فرستانده وعده می نماید که مبلغ $27,500 امریکایی را از حساب مبلغ‌های پرداخت نموده آنها برای خدمت رسانی از قبیل مهمانخانه، خورد و خوراک، خراجات نقلیات و دیگر خراجات میفرستاند. اما کریمزاده سعیده عزیزالله به هر بهانه مبلغ $27,500 امریکایی را ارسال نکرده پس از برگشتن شهروندان این مبلغ‌ها را برنگردانیده از دادن پول سرکشی کرده است و به این اعمال خود به شهروندان حبیبالله پرویز و 41 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان ضرر مادی گوناگون رسانیده است. دادستان دوشنبه گفت با در نظر داشت آن که در کردار سعیده کریمزاده علامت‌های ترکیب جنایتی در مورد 247 قسم 4 بند به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده بر اعلا دیده می شود، نسبتش با اتهام قلابی به مبلغ مخصوصا بزرگ پرونده جنایتی آغاز کرده شده و او در حبس پیشکی قرار دارد. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا و جریمه به مبلغ از 1460 تا 2100 نشان دهنده برای صبحها و یا از 8 تا 12 سال زندان تهدید می کند. خود سعیده کریمو و وی و نزدیکانش برای شرح این قضیه دسترس نیستند.